بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز. میخواهم یک مسئله مهم و اساسی را در این جلسه با شما مطرح نماییم و اون اینه که نقش توحید از باور تا رفتار. مسئله توحید از مسائل مهم و اساسی است. اونطوری که مثلا ما و شما وقتی اصول دین را با هم میشماریم میگیم اول توحید خیلی مهم است. یک دفعه ما باور میکنیم به توحید، یک دفعه توحید را در عمل تجربه میکنیم. قرآن کریم در این زمینه میفرماید توحید محور تمام ادیان است. ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه باید بر محور توحید جمع شود. توحید نقطه اتحاد ادیان آسمانی است که هر پیامبری با رویش خودشون از توحید سخن گفته اند. این توحید در میان عرف و عرفا جایگاه بلند دارد. عرف هم از توحید میگوید اول توحید در اصول دین، عرفا هم مقامات عالیه معنوی را که پیموده اند باز هم از توحید سخن میگوید. مثلا ما یک شعر را اینجا خدمت شما یادداشت نمودیم که ابو سعید ابوالخیر این شعر را سروده اند که مدت هست که ما از خم وحدت مستیم، شیشه کثرت این طائفه را بشکستیم. آن که گویند فنا هست غلط میگوید، تا خدا هست در این میکده ما هم هستیم. یعنی اندیشه توحیدی بیمه کننده حیات ما هست در جهان ما. اگر این اندیشه توحیدی نهادی نشود، مفهوم و معنای دیگری در زندگی ما میدهد، زندگی ما را زیر و رو میکند. یک اندیشه توحیدی با سایر اندیشه ها قابل مقایسه نیست. اندیشه توحیدی اندیشه آرامند. وقتی انسان در آرامش باشد، بسیار از سخنانی که در هیاهوی روزگار شنیده نمی شود در آرامش شنیده می شود. یعنی خداوند در زمانی که ما در یک فضای آرامش هستیم با ما سخن می گوید. با چی سخن می گوید؟ با زبان طبیعت سخن می گوید که خدای در رأس این عالم است، که واحد و احد است. یعنی اگر ما به عالم نگاه بکنیم با تدبر، با تفکر، همه عالم اثر خداست. همه عالم اثر وحدانیت است، اثر اون وجود زیجود نازنین هست. به تعبیر اون حکیمی که میفرماید همه گلهای عالم اثر اون گل یگانه هست. هیچ کثرت در عالم معنا نمیدهد، همه نشانه خدا هست، همه آیت خدای واحد است. مثلا دو تا میکروب را ما در عالم پیدا نمیتوانیم که شبیه هم باشد. دو انسان را پیدا نمیتوانیم که از لحاظ نقش و نگار سر انگشت یکسان باشد. دو تا برفی که از آسمان میآید شکل شبیه هم نیست. این بیانگر این است که انسان دغدغه نداشته باشید. پریشانی در زندگی توحیدی معنا ندارد. این عالم مدیر دارد، مدیر یگانه هست که این عالم را اداره می کند. این قدرت، این مانور قدرت است. این عالم مانور قدرت اون وجود یگانه هست که به تعبیر اون شاعر بلند آوازه که اندیشه توحیدی دارد چقدر زیبا بیان میکند، چقدر این زندگی با این نگاه زیبا است که گفت از همه سوی جهان جلوه او میبینیم. جلوه اوست جهان که از همه سو میبینیم. چشم از او جلوه از او
ما چه حریف هم ای دل، چهره اوست که با دیده او میبینیم. انشاءالله تلاش کنیم در زندگی خود، خدا خواسته باشد تلاش خود ما انشاءالله اثر بدهد که ما در زندگی یک نگاه توحیدی به این عالم داشته باشیم که هنر مردان بزرگ در همین اندیشه ایشان بودن که همه مدیریت عالم را به آن وجود یگانه واگذار میکردند.